بریم سراغ چند تا فرقای دیگه کره جنوبی و آمریکا، این سری مدرسه ادیشن. اولین فرقی که توی مدرسه رفتن آمریکایی‌ها و کره جنوبی‌ها وجود داره تایم مدرسه رفتنشونه. ببین مثلا اینجا توی آمریکا هم مثلا فکر کنم تقریبا ایران باشه دیگه، ساعت دیگه دو سه دیگه فکر کنم 3 معمولا مدرسه ها تعطیل میشن دیگه، بچه ها کاری به مدرسه ندارن مگر اینکه حالا خودشون بخوان برن توی لایبرری یا حالا یه کلاس فوق برنامه چیزی داشته باشن. خب اینجا هم همینطوره، قشنگ ساعت 1 تا 2 بعد از اون معمولا تمام این خیابونا پر میشه از دانشجوها و بچه مدرسه‌ها و اینا، تو میفهمی که اوکی مدرسهشون تموم شده. ولی توی کره جنوبی واقعا کریزیه، واقعا دیوانه کننده است و تو مثلا بچه ها رو در طول روز اصلا توی کوچه نمیبینی، یعنی واقعا برات سوال میشه که اینا کی مدرسهشون تموم میشه. بذارید بهتون بگم که ساعت 10 شب خیابون پر میشه از بچه مدرسه‌ای. یعنی اولین بار اصلا باورم نمیشد، اینجوری بودم که چرا مثلا واقعا به ساعتم نگاه کردم که هوا که تاریکه، نمیدونم ساعتم که 10 شبه، یعنی چی بچه مدرسه یا توی مثلا کوچه و اینا هستم. فهمیدم که این تایمه که دیگه مثلا رها میشن از درس خوندن. من فکر میکنم اینا چیز میذارن، کلاسای همون فوق برنامه و اینا رو یا تو مدرسه میذارن یا اینکه بلافاصله اینا همشون میرن به کتابخونه، یعنی یه حالت روتین وار داره. خب اینجوری نیست که حالا یه روز برن یه روز نرن، چون هر روز ساعت 10 شب توی محله من پر از بچه مدرسه ای میشد. فشار خیلی زیاده روی بچهای کره‌ای، خیلی. مورد بعدی یونیفرمای مدرسه شونه. ببین توی کره مثل ایران که مثلا ما یونیفرم داریم، اونجا هم یونیفرم میپوشن و همه مثلا میدونی طبق یه چارچوبی فقط مثلا اجازه لباس پوشیدن دارن، حالا یا نکتای دارن ندارن یا مثلا دامن میپوشن نمیپوشن، حالا طبق اون چارچوبی که خودشون دارن متناسب با اون یونیفرمشون مثلا لباس میپوشن و همه از این موضوع باید رعایت بکنن. حالا میتونه یه سری سختگیری ها هم روی مدل موشون یا رنگ موشون یا اینا هم ممکنه وجود داشته باشه که حالا من درس نخوندم تو مدرسه کره‌ای نمیدونم، ولی اینو بهتون میگم که مورنگ کردن خیلی عادی بود. یعنی من خیلی اوقات دیدم که بچه 10-12 ساله موهاشو مثلا رنگ کرده و موردی نبوده، برای همین مطمئن نیستم که خیلی سختگیری بکنن روی رنگ مو حداقل. ولی حالا از موضوع دور نشیم، مسئله یونیفرم حالا توی آمریکا اصلا انگار نیست. یعنی گفتم که بچه ها مثلا میان بیرون میبینیم بچه مدرسه یارو همشون خیلی انگار که رفتن مثلا یه بیرون عادی رفتن، هودی پوشیدن، شلوار جین پوشیدن، نمیدونم موهاشون رو بافتای مختلف دارن و ماشاءالله دخترها رو که میبینم همه موژه کاشتن. یعنی بچه های خیلی مثلا زیر 15 سال موژه کاشتن، ناخوناشون رو کار کردن و اصلا شما باورتون نمیشه که این بچه مدرسه‌ای باشه و الان از مدرسه مثلا داره برمیگرده خونه. این برای من یه شوک فرهنگی بود اینجا. مورد بعدی توی ویدیو قبلی هم یه اشاره کوچیکی بهش کرده بودم، مسئله احترام گذاشتن که گفتم کره خیلی همه طبقه بندی هن. هر کسی توی رنگ مخصوص خودشه و این مسئله بین مثلا دانشجوها و استادا هم برقراره و استادا یه مرحله خیلی رتبه بالاتری دارن، برای همین شما مثلا باید همیشه گرامرای خیلی محترمانه استفاده بکنید. گرامرای کره یه چند تا سطح داره، تقریبا 3 تا فکر کنم سطح محترمانه داشته باشه. شما اون بالاترینه رو برای استادتون، برای مادر بزرگ، پدر بزرگتون اینا مثلا استفاده میکنید. بعد همیشه اینجوریه که خیلی محترمانه و خیلی خشک، خیلی مثلا همیشه یه فاصله‌ای هست بین شما و مثلا اون استاد، محترمانه سوال میپرسید و مثلا جواب میدین و اینا. ولی اینجا اصلا اینطوری نیست. یعنی همه با همدیگه دوستن، همه با همدیگه هم لولن، مردم خیلی به اون جایگاه فکر نمی‌کنن و این توی مکالماتشون مشخصه. مثلا اگر هلو یه چیز خیلی فرمال و رسمی باشه و های یه چیز عامیانه باشه، من اصلا هلو نمیشنوم اینجا. بچه‌ها خیلی نمیدونم چرا خیلی انتظار داشتم که مردم هلو مثلا بگن، چه تو ایمیل چه توی مکالمات عادی، ولی اصلا همه میگن های، همه عامیانن. شما استادتون رو با های مثلا سلام می‌کنید، های مستر فلانی. خیلی برام جالبه، خیلی برام قشنگ‌تره. یعنی درسته که عادت دارم، از توی ایران هم ما احترام میذاشتیم، با استادامون خیلی خودمونی صحبت نمی‌کردیم اکثر اوقات،
مثلا این شبیه فرهنگ کره‌ای بود، ولی حس میکنم اینی که اینجا تو آمریکاست رو بیشتر دوست دارم، اینکه تو دوستانه باشی با طرف. مورد بعدی که خیلی کریزی باشه، واقعا شوک فرهنگی برام بود، توی کره مدل نمره دادنشونه. ببین 2 تا پانگشیک دارن، 2 تا روش دارن برای نمره دادن. پیونگا میشه نمره دادن، یکی سانگد پیونگا، یکی چولد پیونگا. و ببین چولد پیونگا میشه مثل همونی که ما توی ایران و توی آمریکا مثلا هست. تو مثلا از 20 تا سوال چه میدونم 19 تا رو فرض کن هر کدوم یه نمره داشته باشه، 19 تا رو جواب بدی، شما نمره 19 میگیرین. بغل دستتونم اگه اینجوری باشه اونم 19 میگیره. و همین منوال مثلا 30 تا بچه تو کلاس هستین، اگر 20 نفر 19 تا رو درست جواب بدن، همشون نمره 19 میگیرن. خب و این خیلی منطقیه. ما تو ایران اینجوری بودیم، آمریکا هم الان همینطوریه. یا همه مثلا 20 نفر همه میتونن A داشته باشن، 20 نفر میتونن B داشته باشن، هیچ ربطی به هم دیگه نداره. ولی سانگد پیونگا میشه مرتبط با بقیه دانشجوها. این طریقه نمره دهی وحشتناکه. اینجوریه که ساده توضیح بدم، چولد پیونگا اینجوریه که 30% بچه‌ها میتونن A باشن، مثلا از اون 30% مثلا 10% A پلاس مثلا میشن، بقیه 20%شون A مثلا میشن. حالا اگر A ماینس هم باشه مثلا مشخص میکنه یه مقدار محدودیه که قبول میشن که مثلا A باشن و یعنی بقیه B ان، با توجه به اینکه مثلا دانشجوها چه عمل کردی داشتن در طول مثلا اون ترم. اینجوری نیست که فقط مثلا یه امتحان رو شما خوب داده باشین بشین A، یا مثلا همه امتحاناتون رو خوب داده باشین شده باشین A. با توجه به فعالیت کلاسی که داشتین، چه میدونم حالا یه سری کویزایی که جواب دادین یا حالا هر چی، بالاخره یه خورده تفاوت مثلا بین دانشجوها هست دیگه. حتی اگه همه مثلا خیلی رده بالا باشن و خوب انجام داده باشن، بالاخره یه کوچکترین فرق مثلا به چشم میاد. و اینجوریه که استاد میگه من فقط به 30% مثلا A میدم، بقیه دیگه همه میرن توی B. از اونها مثلا حالا درصد مشخص میکنه چقدر بیان و چقدر دیگه مثلا دی میرسن. بر همین تلاش برای نمره خیلی باید بکنید. معمولا تو دانشگاه‌های بزرگ و این دانشگاه‌های معروف کره مثلا تاپ 5 هاشون از این روش استفاده میکنن، ولی بازم بستگی به اون استاد داره. خود استاد تعیین میکنه که از چه روشی، از سانگد پیونگا یا چولد پیونگا استفاده بکنه برای نمره دهی. خلاصه این باعث میشه رقابت بره بالا، چون اصلا به این نیست که تو درس بخونی و نمره مثلا 19 یا 20 خودتو بگیری، A خودتو بگیری. بستگی به این داره که کل کلاس چجوری انجام داده توی اون ترم، چجوری فعالیت کرده، هم کلاسی‌ها چقدر درس خون بودن. هر چقدر درس خونتر، این احتمالی که تو نمره بهتری بگیری کمتر میشه. بر همین از این لحاظ اگه درس خون نیستید، لطفاً این دانشگاه‌های خفن کره رو نرید، برید یه دانشگاه ساده‌تر. خب دیگه همین بود. مرسی که تا اینجا همراهی کردین. تو ویدیو بعدی میبینمتون. یادتون نره که کانالم سابسکرایب کنید.